رسید که 3-4 روز پیش یک بلوگر بود است، یک جوانی که بلوگر البته پیشتر ریپ خون بود است، ریپ خوندن و توبه کرد است، بوک ندارد. هر کسی که از گناه توبه کرد بوک ندارد. الله هدایتش بکنه. الله هدایت کرده است. چقدر مشرکین بودند که توبه کردند و مسلمان شدند، چقدر آرتیست ها بودند که توبه کردند و مسلمان شدند. این جوان رمضان خلیقوف گفتنی جوان در یوتیوب کانال دارد. در همینجا درباره ابو حنیفه بعضی صحبت ها را گذاشته، ما را تحقیر و دشنام اینو عام میکند. ما میگیم الله هدایتش بکند. رمضان خلیقوف اول یک کودک است، اول یک جوان است و خیلی جاهل است. انا رمضان خلیقوف سبب گمراهیش و سبب نفهمیدنش ما را و به ما دشمنی کردنش، سخنهای پست و بلند گفتنش از دو سبب است. یکم سبب کودک است، خیلی جوان است، یعنی خیلی جوان است. دومینش علم نداره، جاهل است. از سبب جوانی و جاهلی این برآمده به حق مبارزه کرده است، نفهمیده است. الله هدایتش کنه. الله مثل این دیگر جوانهای تاجیک هدایت بکنه. الله دیگر دختران تاجیک را هم هدایت بکنه. و ما شب روز دعا میکنیم که اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون. ای الله قومم را هدایت بکن که اینها نمیدانند، نفهمیده شدند، نفهمیده کفر شرک بازش میگه. میگه که ابو حنیفه اینها تأخیر کردن، این کردن اون کردن. شما با خبر هستید که وقتی که خوارج‌ها ابو حنیفه را تکفیر کردن، وقتی که خوارج‌ها هر کسی که ابو حنیفه را رحمه الله گفت اون رو هم تکفیر کردن، تنها از طالب علمان اهل سنت ما بودیم که بر اومدیم ابو حنیفه را دفاع کرد و ما ابو حنیفه را رحمه الله میگیم. فرق ما از خوارج‌ها همین است که خوارج‌ها ابو حنیفه را تکفیر کرده، ابو حنیفه را رحمه الله گفتن تکفیر میکنن. ما میگیم شما خطا هستید. و فرق ما از ابو حنیفه پرستا این است، کسایی هستن که ابو حنیفه پرست، کسایی هستن که ابو حنیفه را طاغوت گرفتن. اینها میگن که ابو حنیفه امام اعظم از همه آدم بزرگ، از پیامبرم بزرگ، هیچ خطاگی نداره. دین ابو حنیفه است، دین پیامبر نه، دین ابو حنیفه است. ما این خاکت هم مخالفت میکنیم و میگیم که نامعقول کردید. جوهلا ابو حنیفه انسان بودن، ابو حنیفه صحابه هم نبودن، ابو حنیفه صحابه هم ندیدن. ابو حنیفه صحابه را دیدن، یعنی قول صحیح نمین است. ابو حنیفه تبع تابعین نبودن، ابو حنیفه تبع تابعین بودن. و بارک الله فیکم. بعضی از جوهلا خیلی که گفتم ابو حنیفه علی را دید، میگن این یک شرمندگی است، یک شرمندگی است بعضی جوهلا. لیکن بالاخره ابو حنیفه انسان بودن، خطاگی داشت. در باب ایمان ابو حنیفه خطا کرد. در باب ایمان ابو حنیفه را علمای سلف مرجئه گفت. ابو حنیفه ایمان از عمل نمیدانند، کم شدن زیاد شدن ایمان قبول ندارند و این مذهب مرجئه است و خطا کردند. و ما خطاگی ابو حنیفه را قبول نداریم، زیرا که خود ابو حنیفه گفتن که اذا صح الحديث فهو مذهبی. حدیث وقتی که صحیح شد، صحیح هست، انا همون مذهب من است. و ما به حدیث های صحیح چنگ زدیم که مخالف مذهب ابو حنیفه است و ما به همون گفته ابو حنیفه بازگشتیم. انا همین است همه قصه. لیکن این جوهلا، این احمقها فهمیده نفهمیده به ضد حق میبرند. امیدواریم که الله هدایتش بکنه. اگر هدایت قبول نکنند، هدایت انکار کنند، باز به همین گستاخی و بدبختی ادامه بدهند، الله خیر لشون میده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين.